در صف این دعوت شدگان فرزندان منصبداران هم هستند. از پسر برادر رئیس ناحیه سرکرده تا فرزندان رئیس دستگاه، معاونان و رئیس جماعت ها به خدمت حربی می روند. این کار را رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین ظفر گلزاده از برادرزاده خود خیراندیش برهان آغاز کرده است که تابستان امسال دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. مادر خیراندیش میگوید که رئیس قلاب شکنی کرد. خودش بسیار ایتای دل خرسند رفته، نکای ما زیق شدیم. اول زیق نشدیم، بعد وقتی که در ماشینا سوار شدن برای سفر برآمدن آمده سخت زیق شدیم. پسران منصبداران در حال به خدمت جلب شدند که بیشتری ساکنان آنها را طعنه و ملامت می‌کردند که فرزندان خود را به ارتش نمی‌دهند. علیم آدینه‌زاده، معاون رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین و رئیس کمیسیای دعوت به صف ارتش، پسرش را دعوتنامه داده به خدمت گسیل می‌کند. حالا او در پهلوی چند منصبدار دیگر فرزندش را به خدمت می‌فرستد. فرزند دویم سبزعلی علیم با خواهش امروز با خواهش خودش عریضه دادگی از به می‌خواهد که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته ادای خدمت نماید. حالا در اینجا تنها برادرزاده رئیس و معاونانش نیست که فرزندانشان به صف ارتش می‌پیوندند. رئیس دستگاه و جماعت‌ها پسران خود را به دست گرفته آورده به خدمت می‌فرستند. من امروز فرزند خود محمد بشیر اسکرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با خواهش خودش به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسیل کرده ایستادم. شهادتنامه رانندگی داده می‌شود به مبارز خورشید. حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین در برابر فرستاندن پسران منصبداران به هر دعوت شونده شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده است. بیشترین نوسکران در دعوت تیرماهی ناحیه شمس‌الدین شاهین ختم کرده های دانشگاه‌های عالی‌اند. و پس از ختم کنسرواتوری ملی تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم. دقت مخصوص به جلب فرزندان منصبداران در تاجیکستان حادثه کم نظیر است. بین مردم این عقیده معلوم است که آنها با هر راه فرزندانشان را از ارتش نگه می‌دارند. از اینجاست که عباره ارتش مردم کمبغل مشهور گشته است. هرچند از تشبث رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین ستایش می‌کنند، برخی آن را یک نمایشکاری می‌نامند. ولی این هم هست که ناحیه اولین شده در ولایت نقشه دعوت را اجرا نمود. در سالی که بر پایه قانون نو جوانان و خانواده‌ها می‌توانند با پرداخت 25000 سومانی از خدمت حربی آزاد شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.